چادر داره؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یک از ولاگ های دیگر ما با من مسعود رحیمی و همچنان نادیا جان رحیمی. امیدوار است هر سر دنیا که هستین تنتان سالم، آبتان سرد و غذایتان گرم باشه. سلام نادیا جان، چطور هستی؟ سلام مسعود جان و سلام به تمام هموطنان عزیز ما که ما را از هر کجای دنیا از چینل یوتیوب ما نگاه میکنن. و امروز ما هم به یک جایی بسیار متفاوت آمدیم. کجا آمدیم مسعود جان؟ ما امروز آمدیم و خواهش بعضی از دوستای ما زیارت بیبی شهربانو. بله دوستای عزیز، ما جاهای دیدنی رفتیم، جاهای باستانی هم رفتیم و گفتیم این دفعه بیاییم به یک زیارت و او هم زیارت بیبی شهربانو. بله دوستای عزیز، بریم که ببینیم زیارت بیبی شهربانو جان را و همچنان دعا کنیم به حق شما دوستا و کسایی که خواهش کرده بودن. بله، با ما تا آخر همراه باشین. فعلا بای بای. بیبی شهربانو یکی از دختران از گرد سوم از سلسله خاندان شاهی ایران یا موسی است که مطلب درباره مادرش در دسترس نیست و همچنان یکی از همسران امام حسین و مادر امام چهارم ما امام زین العابدین است. بله دوست عزیز، و همچنان در مورد بیبی شهربانو میگن که چندین نام داشته که عبارت از شهربانویه، شاه زنان، شاه جهان و همچنان غزاله و مریم فاطمه می باشه. بله دوستای عزیز، میگن زمانی که امی عربا آمدن ایران را گرفتن، در مو زمانی بیبی شهربانو متاسفانه اسیر می شود دست امی عربا و اینا میفرستن به مدینه و اونجا میخواین که به بردگی بفروشن که امام علی اجازه نمیده و از بین از نفرا که اونجا بودن ایستاده بودن خواسته که بیبی شهربانو را خواستن که بگن کدام از اینا را به همسری قبول میکنه که ای هم رفته از بین همون مردا به چهره معصوم امام حسین علیه السلام دیدن که و خواسته که امام حسین علیه السلام را من حیث همسر خود قبول کنه که امام علی علیه السلام نیز میگه که بله این مادر امام سجاد خواهد بود. که بریم ببینیم که مرقد ایشان چگونه است. بله. خب بریم مثلا به طرف مرقد بیبی شهربانو ببینیم که مرقد داره یا که در بین کوهی رفته. من چون نمیفهم مرقد داره یا نه. اویش دیگه دوستان عزیز، متاسفانه ما هم صحیح معلومات نداریم. همین معلوماتی که داشتیم بر شما ارائه کردیم. اینجا نریم یک بار؟ بله میریم. بیاین دوستا اینجا بریم دوستان عزیز، من بسیار هیجان دارم. چقدر جالب است. بله. دوستان قسمی که میبینیم اینجا بسیار جایی جذب. بله دوستان عزیز، و اینجا هم مردم خیلی بند زیاد بسته کرده. کسایی که حاجت دارن میتونن اینجا بیاین بند بسته کنن و حاجت خود از بیبی شهربانو بگیرن. و مسعود جان ما هم بندی نداریم که بسته کنیم، فقط میایم این بندایی که اینجا هست اینا رو گیری میزنیم. نه من خواست خود گیری زدم اینجا. یک معنا. یک دقیقه. ما میگیره بزنم حاجتم از بیبی شهربانو بگیرم. انشاءالله انشاءالله همین به حاجت خود برسه. 13 عروس آسمانی آل محمد که از این جمله بیبی شهربانو هم فکر کنم میره به بهشت. چادر داره؟
دوستان عزیز ما میخوایم که بریم داخل. اینجا نمازخانه است، میتونم